اوبال چیست و این کلمه از کجا پیدا شد و زیر این مفهوم چی باید فهمیده شود و یا فهمیده می شد و برای چی امروزها مفهوم اوبال موقع خود را محدودتر کرده و در تعلیمات خانوادگی کمتر مورد استفاده قرار می گردد. سلام بیننده ارجمند، بیایید این دم نظرسنجی رو که ما انجام دادیم یک جا می بینیم که چی اوبال است. مثال اولای تکسری نشین که اوبال تش درد نستی میگن که مقصد سر درد نشین اوبال جارو با چخنمون که اوبال است. دست دای جنام مثال چناکنه که اوبال امی گوتاک با گوتاک جنگ کناگر میگیم که خای جنگ نکه اوبال یا که نون چپنمون اوبال همه کاری که ما میکنیم خوبه برای چی اوبال او آدمای پیش ایبم شما شورنوکی مردم پس بر پیش مردم میگفتن که گالستوگ نبندید اوبال این هم یک لباس است. برای چی اوبال بوده؟ این توق لعنت است. اصلا در ذهن مردم ما در ردیف اوبال مفهوم ثواب هم نقش ابد بسته است، یعنی عملی که در نتیجه اجرای آن به کسی چیزی و یا سلامتی ضرر و نقصان میرساند با تلقین مفهوم اوبال صادر شوی و یا صادرکنی آن را ممنوع میکردند. عملهای خیر و ثواب را باشد خب با استفاده مفهوم ثواب از این سوری یعنی نورسی به انسان تلقین مینمودند. روانشناسان اوبال و ثواب را مفهوم در ذهنها نقش بسته از نسل به نسل گذشته ارزیابی نموده استفاده به مورد هرچی بیشتری آن را به منفیت نفر و گروه نه بلکه جمعیت ارزیابی میکنند. سخن عامل بزرگ تاثیررسانی بر روح روان انسان است و آن همین تاثیررسانی با استفاده کلمه اوبال ثواب خیلی نتیجه بخش است. این مفهوم ها اساس های گیگینی دارند. اوبال و ثواب از تجربه زندگی خود خلق برمی آید. مثلا میگوین که وقتی که خمیازه میکشی دهانت رو به پشت دست چپت پوش که اوبال است. برای چه ما از عقب دست چپ؟ چون که ما همه وقت با دست راست کاردار میشویم، زیادتر عمل میکنیم، شاید در دست ما چرکنی، افلاسی، میکروب و ویروس ها چسبیده باشند. اصلا اوبال هشدار از آغاز گناه، پیشگیری از پیاورد ضرر و زیان است. چون در تعلیمات خانوادگی مردم ما مفهوم اوبال شنیده شد اجرای کار و یا عمل کاملا ممنوع باید باشد. برخی از شهروندان اوبال را خاصی خرافاتی ها دانسته، گروه دیگر نتیجه شعورناکی و روشناک کرده می دانند. اما کم نیستند اوبال هایی که روحانیان آن را خاصی خود می دانند و طب‌داران آن را محصول پیشرفت طب، ولی هر دو هم در نوبت خوب دلیل حق بودن را دارند. مثلا خواهیدن ناخن به دندان اوبال است. این نقطه را نه طبیبان و نه روانشناسان و نه اهل عرفان کسی این کار کرده نمیتواند که همین کار ناجایز است. پیامد بسیار ناگوار دارد. وقتی که ناخن ما با دندان میخوییم میتواند که یگون اینفکسیا و باکتریا یا که یگون مثلا پارازیت با داخل با بنیاد داخل شود و ناهنجاری ها و به سلامتی ضرر جدی رساند. کلمه اوبال هشدار دادن از پیامد ناگواری فوری. به همین مانند مثلا میگن که آب را راست ننوش که اوبال است. پس آب را وقتی که شنیدین که اوبال است یعنی خط سرخ است. باید در حال همین کلمه اوبال رعایت کرده شود تا ضرری به جسم انسان در همین حال نوشیدن آب نرساند. مثلا راستا آب ننوشد، راستا خوراک نخورد، راست خوردن اوبال است، راست خوردن مثلا نوشیدن اوبال است، معناش که ضرری بسیار ناگوار دارد. هشدار میدین، بانگ خطر زدن، آگاه کردن با یک لفظ اوبال. آب وزنین میباشد، وزنش مثلا اگر 200 گرم وای رو نوشیم و آهسته آهسته و ششتا نوشیم این بسیار فایده دارد. وقتی که وای رو راستا یا که مثلا یک پهلو کرده استعمال میکنیم میتواند که همون وزمینی که میورد با معده میتواند که با مثلا چوره سری معده گرفتار شوند، یعنی که گریجه پیشواد یا که مثلا وقتی که وای رو تیز مینوشند با بیماری های سرخروده آورده رساند. آداب نوشیدن آب از جهت نقطه نظر طبی باید که نشسته آرامانه قورت نوشیدن خوب است. استفاده کلمه اوبال خاص فرهنگ ماست یا اینکه پیروان دیگر دین و فرهنگ ها هم اوبال خود را دارند؟ البته من که در عائله تاجیک بزرگ شدم کلمه اوبال را شنیدم
ولی وقتی با دین بهایی آشنا شدم، تعلیمات الهی را درک کردم، فهمیدم که کلمه اوبال در دین بهایی وجود ندارد. همچون گناه هم چیزی که بد اخلاق است، کارهای عملهایی که نادرست است، آن را البته از تعلیمات میفهمیم که عمل کردن در کار نیست. اگر که در مردم همچون اوبال گفته یگان عملی بد رو چیز میکنن، این کار میکنن، به سبب مثال تربیت دادن ممکن استفاده میبرند. اکنون که استفاده مفهوم اوبال میان جامعه کمتر گردید، آن برای نسل نو چون خرافات دانسته می شود. اگر برای نسل بالاتر از جوان دست زیر منح ماندن تا به امروز و آینده ها اوبال باشد، برای جوانتران این اوبال گپی کمپیری است. دست رو به تگ منح ماندشتن یکی از لحظه های ناگوار است که شاید بستن جغ رو به خاطر بیاره. امروز روانشناس هم طبیب هم هر خردمند عاقل میگوید که دست زیر منح گذاشتن یک تاثیر روانی بد بر انسان میگذارد، هم جسمانی و هم روانی تاثیر منفی میگذارد. و مثلا درمان کردن منح یا اینکه مثلا با اون نیرویی که دست زیر میکنه ضرر جسمانی میرساند و همین عادت میشود. وقتی که عادت شد، الکی تفکر آدم از مثبت به منفی همین فعل روانه میکنه. عملیه کار روانشناسی و پداگوژی ثابت کرده است که استفاده مفهوم اوبال برای خاص نورسان بیشتر تأثیر مثبت روانی در سمت تربیت دارد. حتی حالتهایی بودند که روحشناسان برای تأثیر بخشی کار خود از اوبال کار بردند. باره ما در مؤسسه تا مکتب دیدیم که کودکان کلچه کلوله دایره شکل رو گرفته فوتبال باختن. ما با اونها صحبت کردیم، رسم ها نشان دادیم، ارد آورده نشان دادیم که ارد چی ها میپزن. بعد برای من همین کلچه رو پختن آدمان چقدر قوه و مهنت صرف میکنن. ما تغییر یافتن مناسبت کودکان رو خیلی کم مشاهده کردیم. بعد مصلحت کردیم بیاید کلمه اوبال رو استفاده میبریم و با کودکان فهموندیم کودکان 5-7 ساله که نون رو به زمین پرتافتن اوبال است، چون که نون چیز مقدس است. آدما میگویند که از بیبی هاتون پرسید نون رو به زمین پرتافته تگ پای کردگی چشمش کور میشود. برای همین هم ببینید آدما نون در زمین بوده رو گرفته به سر راه اثر رو به جای میمونند تا که سگ ها خورند، تا که پرنده های گرد و اطراف خورند. من همین کلمه اوبال گفتن کلان سالان، مثال آوردن از آدمان نابینایی که در کوچه کودکان مشاهده کردن، با اون آورده رساند که روز دیگر هر یک اونها اومده یک عمل رو اجرا کرد نکرد معلوم نیست، لیکن بیان کرد که من نون رو دیگر نمیپرتایم، تگه پر نمیکنم. این البته مقصد اساسی استفاده کلمه اوبال و ثواب این تاثیر رساندن بر روح روان تربیوی که همین عمل نیک همچون عمل انسانگرایانه همچون عمل دلخواه اجرا کرده شود. ارزش معنوی آدم با همین راه بای گردد. مغز نون در زیر پا افتاد، این اگر از زمین نگرفتی اوبال است یا ریزوندی اوبال است. این دیگر معنای عقلی دارد. این مثلا اوبال عقلی است، نه اوبالی مثلا دینی. اوبال عقلی همین است که عقل حکم میکند که اون نعمتی که خدا برای ما شما فراوان مثلا نصیب کرده است، هر نعمتی باشه زیر پا نباید باشه. و اوبال همین است که اوبال را رعایت کن، این نعمت خدا از زمین بردار. اوبال را برای ما گذاشتن که این خط قرمز رو نگذار، این خط سرخ رو نگذار تا جسم روح و روانت سالم باشه. اوبال این خرافات است و یا دلیل در دوام 100 سالها ثابت شده که نتیجه آن زیان و ضرر است. در جامعه بحثا سر این مفهوم بارها به وجود آمده و باز از بی‌دلیلی گروه آن به خاموشی رفته بود، ولی همین ثابت شده است که اوبال واقعا هم اوبال است. ولی احیانا میان اوبال ها خرافات نیز به نظر می رسد که از آن به سادگی پی بردن
ممکن است. اون چیزی که مثل تعصب و خرافات هست این رو مردم خودشون ایجاد میکنن، ولی پیروان دین بهایی تمام زندگیشان را وابسته با تعلیمات الهی انجام می‌یابند. بعضی وقت میشه که مردم اوبال را با خرافات آمیخته میکنن. مثلا روز سه‌شنبه سر نشو، این الکی خرافات است. کدام وقتی که گر ضرور بود روا بود، بی ضرورت خطا بود. کدام وقت ضرور است سر باید بشوید. اون دیگر شب ندارد، روز ندارد، نظافت همیشه خوب است. در همین زمینه اوبال با خرافات آمیخته شده است. در اینجا اوبال نیست بلکه خرافات است. اوبال مفهوم ساده بیان است که انجام اثرهای ناخوانده و ناگفته را بیان می‌سازد. با قول کارشناسان گذشتگان ما همگی با استفاده محض همین مفهوم اوبال فرهنگ و آیین و تمدن ساختند که آن عالمگیر هم شده بود. در گذشته مثلا خانه دینمان را مثلا گذشتگان نیوگان ما خانه دینشان را با همین یک لفظ با اوبال بنا می‌کردند و از تمام محرمات و حرام‌ها با همین کلمه اوبال اجتناب می‌کردند و با تمام اخلاق نکوی انسانی با همین لفظ اوبال می‌پیوستند که اینا نکن که اوبال است، اونا نکن که اوبال است. همین کلمه اوبال دین می‌ساخت، فرهنگ می‌ساخت، مدنیت و تمدن ساخت و این متأسفانه امروز از سر زبان‌ها گم شده است و کمرنگ شده است و این سببش همین است که مردم ما نمی‌دانند تا چه اندازه نقش بسیار سازنده و دورنمای نیک دارد استفاده درست لفظ اوبال و رعایت کردنی مثلا طلبات اوبال. اگر اوبال‌ها را پسی هم بادی تحلیل و قیاس گذاریم، در هر قدم آن حکمت را میتوان دریافت. محض همین اوبال‌ها بودند که ما را از انجام عملی زشت و درشته باز داشته و ثواب‌هایند که به نکوکاری تلقین و وادارمان کرده است. اوبال نکردن در اکثر مورد احترام اطراف را نیز بجا آوردن است. اوبال مقدمه گناه است. اول اوبال است، بعد گناه است، بعد معصیت است، بعد دیگر مثلا طبقه اعلای گناه. ببینید در همین زمینه مثلا یکی از اوبال‌ها همین است که پا را طرف قبله دراز کردن اوبال است. این مقدسات است. و همین خاطر این اوبال شرعی است. اوبال مثلا با علاوه اینکه اوبال اخلاقی است، اوبال شرعی هم است. این تعلیمات شریعت میگه که پا را طرف قبله، طرف مقدسات، طرف پدر و مادر دراز نکن، مثلا احترامشون بجا بیار. و همین نمیگفتن که مثلا طولانی صحبت نمیکردن که احترام پدر و مادر واجب است، تو باید که قدر را بدانی، تو از فرزندت برکت بیابی. برای طولانی صحبت کردن وقت در کار بود و همین خاطر یک کلمه را استفاده می‌بردن که بچه‌م همین کار را نکن که اوبال است، یا پسرم یا دخترم همین کار انجام ندید اوبال است. معناش پیامد بسیار ناگوار فوری دارد، احتیاط کن. امروزی‌ها هم اکثرا اوبال را میدانند، ولی درک چی بودن خود اوبال برایشان نیمروشن یا ناروشن است. کارشناسان بر آن نظرند که برای سرفهم این مفهوم مطالعه زیاد و قیاس دلیل‌های بیشمار لازم است. خیر تا برنامه دیگر.